درس هفتم کورس عقیده در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در درس قبلی ما شما عنوان را تحت نواقض اسلام در اصطلاح گرفته بودیم که گفتیم خلاصه چی بود که اینمی قسم که وضوی انسان مشکنه. مثلا در کتابای فقهی میگن نواقض الوضو، میگه شکننده های وضو. چی مانا؟ باز تحت از او مثالایی را بیان میکنه که با انجام شدن اینی کارها وضو مشکنه. انال یک کس وضو داره، اونجا نواقض وضو هست که وضوش هم مشکنه. لکن در عقیده هم عین اصطلاح هست. این نواقض الایمان یا نواقض اسلام میگن و گفتیم که نواقض جمع نقض است که در زبان عربی با داد نوشته میشه، در فارسی زوات میگن، نقض کننده ها یا شکننده های ایمان. و گفتیم که بعضی کارهای هست که انسان مسلمان وقتی که در چوکات ایمان داخل می باشه، اگر اینمی امور انجام میده، ایمان از او و یا اسلام از او از بین میره. پس این باب یا این فصل گفتیم بسیار مهم است. چرا؟ به خاطر ازی که اگر یک نفر نواقض وضو را نفهمه، وضوش مشکنه و این میره نماز میخونه، نماز خوان نمازش نمیشه. پس وقتی که آدم وضو کردن یاد میگیره، باید ایره هم بفهمه که با کدام کارها وضوی من مشکنه، تا تو نشه که وضوی شکسته باشه. و این دیگه از او که در قوی تر در مسئله ایمان است که اگر یک کسی ایمان داره، مسلمان است، لکن بعضی کارهایی را میکنه که این نمیفهمه، وقتی که نفهمید اسلام ازی یا ایمان ازی نقص میشه، از بین میره، مشکنه. و این خوشحال است که ما مسلمان هستم. و این مشکل در افغانستان گفتیم به خاطر ازی زیاد است، به خاطر که در اینجا کس ما وقتی که صنف مثل شما و نه مثلا 10 ساله و 11 ساله و 12 ساله و 15 ساله شدیم، ما کورسای ادبیات گرفتیم. من خودم یک وقت گلستان سعدی را کلش حفظ کرده بودم، همین الان بسیاری از اشعارش حفظم است. بسیار شعر میخواندیم، ادبیات میخواندیم، بسیار فقه خواندیم، لکن عقیده بسیار ضعیف بود و کورس عقیده وجود نداشت. و حتی یک وقتی که من خودم شخصا از صنف 14 دارالعلوم عربی کابل اول نمره فارغ شدم و بس در کادر دارالعلوم عربی کابل به صفت استاد در مدرسه دارالعلوم عربی کابل پذیرفته شدم و چند وقت استاد هم بودم. بعد از استادی خود پس رفتم شاگرد شدم، بر تحصیل رفتم بر خارج. یک وقت فکر کردم که من خودم مبتلا و بسیار از اعمال شرکی هستم و بودیم. تصور بگو یک نفره که از صنف 14 مدرسه فارغ شد و او هم اول نمره، بعد از او درس شروع کنه در مسائل اعتقادی، باز خودش بفهمه که من در بسیاری از مسائل شرکی مبتلا هستم و بسیاری کسای دیگه در شرک ما خود مبتلا کردیم. مثلا یک کس میامد پیش من، چون من فارغ صنف 14 هستم، میگه استاد یک تعویض برام نوشته کو. و ما از پدر و پدرکلانا آقا صاحبا و اولادای شخصیت های بزرگ هم هستیم. از یک طرف اولاد از او هستیم، از یک طرف مدرسه را خواندیم. در تعویض بزرگای ما برای ما میگفت که نوشته کو یا بدوح. در تعویض نوشته میکردیم 34 35 37 39، هیچ معلوم نبود که 34 35 چی است. یک وقتی که تحقیق کردم و کتاب تعویضات باز میکردم، از روی ازی که ما خودم تعویض دادیم، چون ما اکثر مردم افغانستان مؤلف نمیخوانیم، جای کتاب کی نوشته کرده تالیفش است. حال یک وقتی این کتابه که میخوانم که در بین کتاب نوشته از بابا نانک.
با بنانک. وقتی که این کتابی را که از رویش من تعویض نوشته میکردم، عین جدولایی که جادوگرا و ساحران نوشته میکنن. پس توبه کردیم، استغفار کردیم که الحمدلله که ما عقیده را فهمیدیم و خود از شرکیات نجات دادیم. اینال تو تصور بگو که یک کسی که دکاندار است، کسب کار است، مدرسه نخوانده، از این خاطر رسول اکرم صلی الله علیه و آله چی میگفت؟ میگفت که امی شرک است مثل دبیب نمل است. دبیب نمل مرچکای خورده میگن، یک قسم مرچکای زرد است، بسیار کوچک هستند و احادیث اگر تو آدم عملی سرش کار نشده باشه، ندیده باشه، برش یک قسم فهمش درست نباشه. ما یک وقت تو میرفتیم منتظر شدیم، مرا گفتن که همینجا یک دقیقه قصاشه، خود دیگرها به حساب از که لوکس هستن و بسیار عصری هستن و شیشتند پالوی درخت برشان یک کمک خوششان نمه. من کمی قدیفه را که آوردم، اگه سفید آمدم سر خاک میپردم قرار میشینم. در اینجا که شیشتم یک وقت سعی میکنم، دیدم یک دو سه دام مرچکات تیر میشه. من بسیار بی تفاوتی زیاد متوجه نشدم. یک وقت سعی میکنم که همین لباسم اینجا هم کلش از همین مرچکا تا آمدن بالا شدن همین کل وجود مرا همین مرچکا گرفتن، حالا خیر تکانده میرم تا که یک ساعت. نبی اکرم صلی الله علیه و آله گفته که همین شرک است مثل همین دبیب نمل وارست. اما تو مثل مرچکای کوچک است که شما خبر نباشین، بی توجه هستین، یک دفعه در وجودتان داخل میشه و شما نمیفهمین. از این خاطر ایمانت را نقص میکنه، از بین میبره، میشکنانه. تو خوشحال هستی که ما بسیار خوب مسلمان هستم، بسیار خوب دیندار هستم و شیطان یک چل بسیار خطرناکش هم همی هست که انسان در شرک داخل میکنه. باز میگه برو نال تسبیح 1000 دانه‌ای جور کن. یگانه که نبینی خوب در شرک مبتلا هست، لکن یک تسبیح 1000 دانه‌ای هم داره، لکن عمل کرد یک مشرک است. مثلا به رهبر خود سجده میکنه، این رو شیطان قناعت داده که این بزرگ تو که تو بر از او زیاد اخلاص داری، پای زیر ماچ کو، به این سجده کو، خدا ذلیل بساز، بر از این رکوع بکو، در مقابل قبر از این سجده بکو، این همی کارا را میکنه. لکن باز شیطان میگه آل خب بیازه وقتی که در شرک داخل شدی، بیازه کل اعمال تو ان اشرکت لا يحبطن عملک. وقتی که در شرک داخل شده اعمال تو چی شد؟ از بین رفت. حالا که اعمال تو از بین رفت، حالا دیگه تسبیح میپرتی، ذکر میکنی، تلاوت میکنی، ختم میکنی، تا به صبح نماز میخوانی، کل ازی چی است؟ ضرب صفر است. اگه 1000 هم ضرب صفر کنی مساوی به چند میشه؟ این شرک چی است؟ صفر است. هر چیزی که کت شرکت ضرب کردی مساوی 1000 رکعت نماز ضرب شرک جمع شرک مساوی به چی میشه؟ صفر. بس از این خاطر دیده باشین که بسیاری کسایی که شیطان یکی از چالایش است، وقتی که در شرکی را مبتلا میکنه، در کفر مبتلاش میکنه، در ارتداد مبتلاش میکنه، بازی را در دیگه مسائل دیگه علاج میته، میگه بیا از چی است، پشت ما اوتو را میگیره، او را میگه لمش جمع کردم حال ربان اینال. خب پس از نواقص اسلام اولین شکننده میشه، گفتیم هفته گذشته چی بود؟ شرک بود. او رو تشریح کردم، باز باب شرک اقسام و ایاش بیان میکنم، زیاد چیز نمیگم. دومی نقص کننده ایمان که ایمان هم مشکنه، واسطه قرار دادن است بین خالق و مخلوق، یعنی در بین خود و در بین خالق خود یک کس دیگه را واسطه قرار بدیم. اینا اصطلاحات اعتقادی هست، مثل اصطلاحاتی که در فیزیک هست، در کیمیا هست، در بیولوژی هست، در ریاضی هست. اینا کل از این فرمول هاست. اینا این فرمول باید به شکل علمیش فهمیده شود. بسیاری کسات سطحی در روی بازار یک چیز را یاد گرفتن نمیفهمن. اینا واسطه، خود واسطه فعلا از دیدگاه عقیده 3 اصطلاح هست که من از پیشتان خواهش می است که این 3 اصطلاح را خوب بفهمین که دین درست بفهمین، در شرک مبتلا نشین. یکی وسیله هست، یکی واسطه هست
و یکی شفاعت است. ندانستن این سه اصطلاح بسیار سبب شده که بسیار مردم افغانستان در شرکیات مبتلا هستند. گاهی واسطه را که وسیله ختم میکنه، گاهی وسیله واسطه را با شفاعت خلط میکنه. از پیش شما یک قسم گدوت شده مفاهیم، یکی را در جای دیگه میبره، از این خاطر برش یک مشکل پیدا میشه. این حال واسطه چی هست؟ واسطه ای است که بین خود و بین خالق خود یک کسی را قرار بدی. این حال علما میگن که دو قسم است واسطه. پس واسطه دو قسم است، یکی واسطه مشروع هست و یکی واسطه نامشروع. یکی واسطه جایز است و یکی واسطه ناجایز است. این حال واسطه جایز و ناجایز چی هست؟ واسطه جایز و واسطه ناجایز. واسطه جایزی است که بین خود و بین خالقت یک کس را من حیث معلم یا مربی قرار بدی. ما میخوایم که الله سبحانه و تعالی را بشناسم، صفاتش بشناسم. پس کی بر من الله را معرفی میکنه؟ پیغمبر. پس پیغمبر آمد در بین ما و تو واسطه شد تا ما خالق خدا بشناسیم. این واسطه مشروع هست. تو به خاطر فهمیدن ریاضی معلم میگیری، به خاطر از اینکه یک چیز را یاد بگیری پیش یک معلم میری. پس این واسطه مشروع هست که یک نفر از طریق پیغمبر قرآن میفهمه. از این خاطر میگن که این واسطه مشروع هست. پس از اون خاطر الله جل جلاله پیغمبرها را فرستاده تا این پیغمبرها برای ما خالق معرفی بکنن. پس هر کسی که معلم تو هست و مربی تو هست و برای تو خالق معرفی میکنه، این مشکل نیست. این اگر واسطه انسان هم است، از این خاطر برای تو کدام هیچ مشکل ایجاد نمیکنه و این واسطه مشروع هست. پس واسطه مشروع کدام واسطه است؟ کسی است که خالق بر ما من حیث معلم باشه. سکن من حیث معلم، من حیث مربی، من حیث استاد. پس اگر معلم خالق بر ما معرفی میکنه، استاد معرفی میکنه، توسط استاد ما خالق خدا شناختیم، توسط پیغمبر ما خالق خدا شناختیم، توسط پیغمبر ما قرآن فهمیدیم. پس این واسطه چی هست؟ واسطه خوب است. ادیب جان واسطه مثبت هم میفهمی؟ به اینجا بر ما بگو، اینجا بیا بگو کلگی بفهمه. واسطه مثبت کدام واسطه است؟ که اون شخصی که بر ما الله را معرفی میکنه. واسطه مثبت استاد امو معلومی هست که ما را امو کسی که ما مثلا برای ما خالق ما را چی میکنه؟ ما را درست معرفی میکنه. اینا رو پس پیغمبر چی گفت؟ انما بعثت معلما. پیغمبر گفت من چی هستم؟ من معلم هستم که امو خالق برای شما معرفی میکنه. پس معلم، پیغمبر، استاد، راهنما این چی هستن؟ این واسطه مثبت است. تشکر بشه. واسطه دوم واسطه چی است؟ منفی یا شرک‌آمیز. این کدام واسطه است؟ واسطه است که یک شخص را ما در بین خود و خالق بر از این قرار بدیم که این شخص به این استغاثه بکنیم، به این شخص عبادت، به این شخص سجده بکنیم تا ما را به خداوند برسانه. ما بریم پیش یک شخص برش بگیم که این شخص خداوند العیاذ بالله از من دور است، سوال من را قبول نمیکنه، پس من به تو آمدیم سجده میکنم، به تو رکوع میکنم، به تو عبادت میکنم، به تو دست دعا را بالا میکنم که تو واسطه ما شوی و خداوند سر من رحم بکنه، تو واسطه ما شوی، دعای من را قبول بکنه، تو واسطه ما شوی. فهمیدین یعنی؟ پس واسطه منفی کدام واسطه است؟ که بین خود و خالق خود به خاطر خلاصی از مشکلات، به خاطر استغاثه، به خاطر استعانت به مخلوق رجوع بکنه و او را بین خود و بین خالق خود واسطه قرار بده. اکثرا کسایی که گمراه هستن این مشکل دارن. مشرکین قریش وقتی که از مشرکین پرسان میکردن که شما خداوند را میشناسین، الله را میشناسین، میگفتن بله
خالق آسمان ها و زمین کی است؟ میفتن الله هست. شما را کی پیدا کرد؟ الله پیدا کرده. شما را کی روزی میته؟ الله میته. میگفت خیلی پیش از این بت‌ها چرا میرین؟ پیش از این بت‌ها چرا میرین؟ میگفت این بت‌ها ما را به خدا نزدیک میکنه. ما از خدا دور هستیم. ما اول پیش بت میریم، بت‌ها ما را چی میکنه؟ به خدا نزدیک میکنه. مشرکین حبشه پیش قبرها میرفتن، میگفتن چرا پیش از این قبر میره؟ میفی صاحب قبر بسیار خوب آدم است، دوست خداست، این ما را به خدا نزدیک میسازه. پس ما میریم پیش از این قبر به صاحب قبر سجده میکنیم. ببینید در حالت قبلی کس بر معلم خود رکوع سجده نمیکنه، بر معلم عبادت نمیشه. بعضی اوقات تو میباشه که شاگرد از معلم کده لوکستر میباشه، بعضی اوقات تو میباشه که شاگرد از معلم کده قویتر است، قدش بلندتر است. بعضی اوقات تو مثلا معلم در چوکی شیشته، مثل که پیشتر ادیب شیشته بود، استاد است. پس او هیچ وقت برای من خدا ذلیل نساخته. در واسطه نامشروع مخلوق خدا برای مخلوق دیگه چی میسازه؟ ذلیل میسازه. برای از رکوع میکنه، سجده میکنه، عبادت میکنه، باز به خاطر ازی که این مخلوق مرا به خدا نزدیک بسازه. اما معلم که است ما به این نیت نیستیم. شاید امیال ادیب یک بر هزارم حس از ما که در پیش خدا عزتش بیشتر باشه. او از ما که تو شاگرد از ما که 1000 مرتبه رتبه پیش خداوند بلندتر است. ما به می عقیده است، والله اعلم. پس تو از ما که خوبتر هستی، تو خدا بر من ذلیل نمیسازی. تو فقط از ما درس یاد میگیری، اما سجده تا و عبادت تا و دست دعای تا بر الله بلند میکنی. اما برعکس از این، او کسی که واسطه نامشروع میره، باز او به او جانب مقابل به می کسی که بین خود و بین خالق قرار دادن، مثل مردمای کریستیان یا نصرانی ها پیش مجسمه عیسی مسیح میرن سجده میکنن، پایای از او رو بوسه میکنن، در مقابل از او خود ذلیل میسازن. بت پرستا در مقابل بت خود ذلیل میسازن، سجده میکنن. و قبر پرستا در مقابل قبر سجده میکنن. شما برین مثلا کسایی که پیروای بابا نانک هستن در مقابل قبر بابا نانک سجده میکنن، و کسایی که متأثر هستن به اندیشه از یا ببینن که در مقابل اونمو دوست خدا یا ولی خدا یا آدم خوب است یا آدم خراب است یا انسان است یا کدام درخت است سجده میکنن و خدا بر از اون مخلوق ذلیل میسازه. پس فرق از بین واسطه فهمیدین؟ یعنی ان شاء الله بسیار دقیق گپ است که بسیاری کسا نمیفهمن. یکی واسطه چی است؟ مثبت، و یکی واسطه منفی. واسطه مثبت در لباس یک معلم، در لباس یک پیغمبر، در لباس یک استاد تبارز میکنه، و واسطه منفی در لباس یک معبود، یک کسی که برش سجده میشه، عبادت میشه و برش استغاثه میشه، در لباس از او ظهور میکنه. این است دو قسم از چیز. خب این واسطه که منفی هست، چرا منفی است؟ مشکل چی است؟ مشکل این نوع واسطه تحت عنوان است در کتاب مشکل همین واسطه چی هست؟ همین که یک نفر پیش یک بت میره یا پیش یک قبر میره یا پیش یک درخت میره یا پیش یک مخلوق میره و میخواد که او را بین خود و بین خالق خود واسطه قرار بده، نه من حیث معلم بلکه من حیث یک کسی که او را به خداوند نزدیک بسازه و دعای از را به خداوند ببره. مشکل از این تقریبا چند مشکل دارن. اول مشکلش است که این کسایی که این مخلوق در بین خود قرار میده یا مشابهت دارن به مشرکین، کار مشرکین میکنه. مشکل اولشان چی است؟ که امی واسطه گیری خود از کجا گرفتن؟ از مشرکین گرفتن. مشرکین چی عادت داشتن؟ آیت قرآن سه که برای ما قصه میکنه. چرا آیت قرآن همیشه از عادات مشرکین قصه میکنه؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چی میگه؟ میگه کسی که جاهلیت نشناسه اسلام شناخته نمیتونه. کسی که جاهلیت، عصر جاهلیت نشناسه اسلام فهمیده نمیتونه. چرا اسلام آمد رواجهای مشرکانه مشرکین نقص کرد، از بین برد. اینال تو که وصل نشناسی تو اسلام فهمیده نمیتونی. پس مشرکین چه قسم عادت داشتن که قرآن آمد ردشان کرد؟ والذین اتخذوا من دونه اولیاء، آیت قرآن چی میگه؟ میگه کسانی که بغیر از الله دیگران را دوستهای خود ساختن، جاگزین خالق ساختن، اینا چی دلیل داشتن؟ میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ما نعبدهم، سوره زمر آیت 3 است. لطفا این آیت شریف خوب حفظ بکنین
و سر از این آیت یک 5 دقیقه لطفا فکر بکنین. 5 دقیقه در خانه تان بشینین سر از این آیت شریف فکر بکنین که مشرکین چی میگفتن؟ قصه میکنن که بت پرستا وقتی که برشان گفته میشد که شما چرا پیش بت ها میرین، یا میگفتن ما نعبدهم، ما اینا را عبادت نمیکنیم الا مگر به خاطر ازی ما بر از اینا نظر میبریم، بر از اینا سجده میکنیم، بر از اینا احترام میکنیم، بر از اینا دعا میکنیم. به خاطر چی؟ لیقربونا الی الله زلفا، که اینا ما را به الله نزدیک میسازه. ما از خدا بسیار فاصله داریم، دور هستیم، پس این دوستای خدا ما را به خدا نزدیک میسازه. این استدلال مشرکین بود و قرآن بر ما بیان میکنه. اینا اگه ما استدلال مشرکینه و رد آنچه که الله برشان گفته را بفهمیم، از شرک نجات پیدا میکنیم. در غیر از او در لباس مسلمان خود ما هم استدلال میکنیم. همین بعضی مسلمانایی که مشرکی یا در شرک مبتلا هستن یا اشتباه را میکنن، وقتی که از پیشان پرسان کنین که شما چرا به قبر سجده میکنین، چرا گرد قبر طواف میکنین، چرا ایتها چیز میکنین؟ او برادر و دوستای خداوند هستن، ما روسیا هستیم، ما شرمنده هستیم، این هست که عذر ما را به خدا چی میکنه؟ پیش میکنه. پس ببین اما استغاثه عذر ما را کی پیش میکنه؟ چرا عذرت مستقیما به الله نمیگی؟ چرا عذرت مستقیم به الله نمیگی؟ از این خاطر چون این مشکل داشتن، الله سبحانه و تعالی در رد دیگه پس اینا برای مسلمان ها فهماند که و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. گپای مشرکان رو وسکو. وقتی که بنده های ما در مورد ما سوال کرد، فإنی قریب، ما به بنده خود نزدیک هستم. باز آیت قرآن دیگه آیت میگه که خوب دقیق سگ فرمولا رو بر ما میته، فرمولای اعتقادی هست. باز آیت دیگه قرآن چی میگه؟ چه قسم قریب است؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. حالا از شعرک گردن که کی برای تو نزدیک است؟ الله برات نزدیک است. پس مجرده که یک کلمه که از دهانت میبره، اول شارک گردنت حرکت میکنه نمیکنه؟ ها؟ زیاد که چیخ بزنی هم شارک گردن چی میشه؟ میپنده. لکن الله از شارک گردن تو هم که بر تو چی است؟ خب خیلی وقتی که الله برات نزدیک است، چی نیازی داری که سفر بکنی بری پیش یک مخلوق دیگه که او تو را باز دست بگیره به ذات؟ خیلی پس تو از صفت قریب بودن الله منکر هستی و انکار از یک صفت الله انسان در شرک و در کفر داخل میکنه. اگر عقیده داری به دو آیات قرآن، اذا سألك عبادی، وقتی که سوال کرد از تو ای پیغمبر بنده های من، حتی در اینجا یک گپ بسیار دقیق متخصصین عقیده میگن. اونا میگه شما همین آیات قرآن رو مقایسه بکنین با دیگه آیات قرآن. در دیگه آیات قرآن وقتی که از پیغمبر سوال میشه، یسالونک عن الروح، برای پیغمبر میگه قل، تو برشان بگو، قل الروح من امر ربی، بگو که روح از امر پروردگار من. یسالونک عن المحید، قل، در کلش. اما در اینجا باز حتی کلمه قل هم برای پیغمبر نگفته که تو برش بگو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. الفرق از بین اون انسانی که قرآن میخوانه و آیات قرآن تحلیل میکنه و تجزیه میکنه و بین اون کسی که قرآن از روی خوانده نمیتونه و او خود متخصص و یا رهبر یک گروپ اسلامی قرارداد میکنه، او شاگردای خود به گمراهی میکشانه. این حال اگر کسی به دو آیات قرآن باور داشته باشه، ایمان داشته باشه، اذا سألك عبادی عنی، وقتی که بنده های ما درباره ما پرسان کرد تو را، فإنی قریب، پس این تأکید است، یقینا که ما قریب به بنده خود نزدیک هستم. باز چی میگه بعدش؟ اجیب دعوت الداع،
من اجابت میکنم دعای دعا کننده را. الله میگه که من اجابت میکنم. فلیستجیبوا لی، پس به اوامر من اجابت بکنین شما. ولیؤمنوا، و ایمان برین به من. پس کسایی که دست دعا را به غیر الله بلند میکنن، از قریب بودن الله و از مجیب بودن الله، این دو صفت الله را نمیشناسن. و مشکل بزرگ ما و شما ای است که صفات کلی گیره میفهمیم، صفات الله را نمیشناسیم. صفات الله مجیب است، یعنی اجابت کننده دعاها، تقاضاها، خواهشها و سوالهای بنده ها. اجابت کننده هست، ما هم نمیفهمیم. و قریب صفت دیگه الله هست، ما از قریب بیخبر هستیم. پس میریم سفر میکنیم مزار، غزنی، شاید شمشیره، چلتن. چرا؟ به خاطر ازی که این کس چرا سفر میکنه از اینجا تا به اونجا؟ امی پیسه 20,000 30,000 که تو تا مزار میتی، تا چلتن میتی، تا غزنی میتی، امو رو به یک فقیر بده. یک کتاب قرآن با ترجمه بخوان. اما وقت که در موتر سوار میشی او را بفهم که الله قریب است. پس اگر ما امی صفت الله را درک بکنیم که الله قریب است، نیاز و احتیاج و ضرورت نداریم که ما پیش مخلوق دیگه بریم. پس از این خاطر اول امی که پیش یک مخلوق میریم، میره واسطه در بین خود و بین خالق یک کس دیگه را قرار میدیم. معنیش است که الله اشاره کردن به ما قریب است. قریب مادی فکر نکنین، چون ما شما مادی بحث نمیکنیم. الله بر ما نزدیک است، ای که الله با علم خود و با درک خود نزدیک است و ما را هر ثانیه، هر کلمه که انوز به شهرک نرسیده، انوز در قلبت است، انوز از قلبت بیرون نامده، زبان تو رو انوز ترجمه نکرده، الله از او آگاه است. پس چرا او کسی که از قلب تو در تصرفش است به او رجوع نمیکنی و به کس رجوع میکنی که خودش زیر کودها خاک است، خودش مخلوق است، خودش محتاج است، خودش عبادت میکرد، خودش نیازمند بود. پس یک مشکل واسطه‌ای چی بوده؟ مشابهت با مشرکین. دوم مشکل چی است؟ مشکل دومی چی است؟ به خاطر عقیده داشتن به دوری خالق. اگرچه مثالشان براتون گفتم. به خاطر چی؟ عقیده داشتن به دوری خالق و بیخبری از صفت کدام صفت خالق؟ آفرین، صفت قریب. پس این مشکلش از کجاست که صفت قریب نمیفهمه و هیچ وقت نخوانده. همیشه خوانده که نماز قدر شکننده داره، وضوء قدر داره، فلانی هست. در افغانستان چقدر مسابقه سیرت است؟ چند مسابقه توحید تا بالا شنیدین؟ ما از خالق هم که پیغمبر بیشتر میشناسیم. من نمیگم مسابقه سیرت خوب نیست، لکن قبل از سیرت پیغمبر کرده کی رو باید بشناسیم؟ الله رو بشناسیم. یک مسابقه بگیرین که صفات الله در اونجا معرفی شود، که مردم الله را بشناسن. عمل برین در میروی سرک بگویم صفت قریب الله را تشریح کن، از خوب پروفیسورها پرسان بکن، نمیفهمه. مشکلش در چی است؟ خاطر از اینکه ما بسیار در چیزی که بسیار مهم است بسیار به تفاوت هستیم. اولویت ها را در نظر بگیریم. اول شناخت خالق است، باز شناخت پیغمبر است، باز شناخت صحابه، باز شناخت دیگه شخصیت ها است. سعی مخروط دین ما و شما همیشه چی است؟ سرچپه. همیشه استادا رو که ما میگفتیم ما چی مشکل داریم؟ وقتی که یک سوال میکنیم باز استاد عرب متخصص بود، باز ما رو میگفت اسکت. چرا؟ لماذا یا دکتر؟ عجبنا. لا 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 مخروط دینکم منعکسه. شما مردم افغانستان مخروط دینتان چی است؟ سرچپه است. گفتیم چه قسم؟ اول الله را بشناس، باز رسول الله را بشناس. اول لا اله الا الله هست یا نه؟
یا اول محمد رسول الله است باز لا اله الا الله؟ کدامش است؟ اول لا اله الا الله پس لا اله الا الله را بفهم، باز محمد رسول الله را بفهم، باز اصحاب رسول الله را بشناس، آل بیت رسول الله را بشناس، باز در مرحله چهارم دیگه شخصیت های اسلام بشناس. صحیح نه؟ مخروط دین سرچپه چی مانا؟ ما سرچپه شخصیت های دین کلش مشناسیم. اول از کجا شروع کردیم؟ از پایان این قسم. صحیح نه؟ اول شخصیت ها را مشناسیم. اگر یک کسی رو بگوی بخی احمد شاه بابا پیزنی، او احمد شاه درانی خیه دست پیزنم چه پلار نه نیکونه را تا معلوم دی. بسیار خوب. اگر یک کس را پرسان کنی که عاشقان و عارفان هم میشناسی، او عاشقان و عارفان صحیح نه؟ تر والله اصل نیست. همه تو اگر بگوی فلان قهرمان، فلان پیلوت، فلان بچه فلان، فلان فلانی، ای را خب بیخی دیگه، یعنی چیزایی را که نباید بفهمیم او را میخوایم بفهمیم. بچه های آدم علیه السلام چی نام داشت؟ دخترهاش چی نام داشت؟ نواسایش چی نام داشت؟ اول کسی که در دوزخ میره کیست؟ یعنی چیزی که باید نفهمیم هیچ به دردم نمیخوره. حالا ما چی کنیم که حضرت آدم علیه السلام 500 بچه داشت، 1000 بچه داشت، نامایشان چی بود؟ گیریم ایمیل حفظ کردی، چی فایده اینه؟ دو بچهش مهم است که آبیل و قابیل است که قصهش در قرآن آمده، برای پند است. اما دیگه بچه‌هاش ما چی کنیم؟ چند تا بچه داشت، نامایشان چی بوده، در چند سالگی ازدواج کردن، بعد بچه‌هاش چند تا شتک داشت، چند تا نواسه داشت، چند تا کواسه داشت. این دیگه پایست که همیشه سوال میشه. این حال ما شخصیت‌های دیگر خوب میشناسیم اما صحابه کرام نمیشناسیم. با صحابه نوبت نمیرسه، چرا که ما تمام روز کل گپ ما سر چی است؟ یاد بود از فلان شخصیت، وفات از فلان شخصیت، رسیدن به فلان شخصیت. بازو که اگر یک کمک بالاتر خیز کنیم در بین صحابه، یک دو سه صحابی را خوب شخ محکم گرفتیم. آنقدر در قسمت از دو سه صحابی افراط میکنیم که دیگه صحابه را دشنام میدیم. از او اصحاب، از قبر از او اصحاب، از قبر از آل بیت پیغمبر بیخی مزار جور کردیم. علی شیر خدا دردم دوا کو، واسطه شد نشد. مناجات مرا چرا خودت مناجات پیش الله نمیگی؟ و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب. نه من میرم مزار که او برای من چی کنم؟ مناجات مرا به کی ببرم؟ به خدا ببرم. چراغ روزغنی نظرت میتم. سیست به هر جا عاشق است دردش تو. عاشق چی هست؟ عاشق یک دختر لندغر بد اخلاق. آیا حضرت علی رضی الله تعالی عنه خدا شهید ساخت به خاطر ازی که عاشقای افغانستان دردش دوا بکنه. یعنی خیر است. یعنی ما و شما حداقل الله بر ما عقل داده، دانش داده، فهم داده در عصر ساینس تکنولوژی. یعنی حداقل معقولانه چرا یک اروپایی در آخرین منطقه اروپا قرآن هم میخوانه بسیار یک موحد خوب میشه؟ چرا یک امریکایی در امریکا که هیچ ملا و مولوی را ندیده او چرا یک موحد بسیار خوب است؟ یک کس از شما در اینترنت ببینید به نام عبدالرحیم گرین، به خدا از توحید گپ میزنه که مرا در گپ زدن از او گریه میگیره. من دارم فیلمایش هست همیاله پیش من. او چرا تو موحد واقعی میشه و ما نمیشیم؟ به خاطر ازی که او حداقل قرآن خوانده و در آیات قرآن در معنایش فکر میکنه. و ما و شما یک عیب کلان مایی است که هر کتاب با معنی میخوانیم، یگان کتابی که با معنایش هیچ فکر نمیکنیم. چی است؟ قرآن است. دمی ختمایی که قاری 5 سپاره 6 نفر قاری در یک ساعت ختم میکنن و صاحب خانه هیچ قرآن نمیفهمه و خوشحال است که من ختم کردم، ثواب برم رسید. و این ختم هم عبادت است و در مقابل عبادت پیسه گرفته. و این علما کلشان میگن که اگر در مقابل عبادت پیسه گرفته شد، نیت خواننده قرآن غلط شد، چون نیتش پیسه شد، پس عبادت وقت قبول میشه که نیتش چی باشه؟
رضایت الله باشه. اما نیت چی شد؟ پس اینا وقتی که من در ختم میرم، خیر است، من خودم مدگار چیز نمیگم، خودم اینا وقتی که من در ختم رفتم به نیت ازی که چی بگیرم 500 روپیه بگیرم. پس اینا هر قدر قرآن را خواندم به نیت چی خواندم؟ پیسه. از این خاطر یک صفحه می خواندم، یک صفحه تیر میکردم، یک صفحه می خواندم، 4 صفحه تیر میگم. صاحب خانه رسال میگم نیست الف لام میم تلك الرسول فضلنا بعضهم على بعض. یک وقتی که میشد در 40 دقیقه ما وقت 5 سپاره را خلاص کردم. تو بیارم و چی شد. و هر کس که در مقابل ما استاد شما به قرآن احترام نداریم. حالا خود داریم، لکن قرآن خواندن، قرآن خودم بخونم یا کس دیگه برام بخونه. این وقتی که من خودم قرآن لفظ یاد نداشتم، برای خواندن لفظ قرآن کرا میگیرم نفر. خوب سل کنین. پس معنایش چطور یاد بگیرم؟ عقیده خودت چطور ازی بگیرم؟ قرآن خبر ازی است که خودت لفظش بخوان. و رتل القرآن ترتیلا. فرض سرت. چطور تو محصل هستی صنف 3 یا 4، حداقل در روز قیامت الله پرسان کنه بگی تو بخوان، بگی بسم الله الرحمن الرحیم. نام من رحمان الرحیم بود یا رحمان الرحیم؟ چرا تو که خرد رحمان الرحیم گفتن میتونم و تو محصل گفتن نمیتونی، تو دکتر گفتن نمیتونی، تو انجینیر گفتن نمیتونی؟ به خاطر ازی که تو به هر چیز وقت دادی بغیر از شناخت قرآن عظیم شان. پس اینا وقتی که کس نفهمید، معنایش نفهمید، جفا که در مقابل قرآن، عقیده خود از قرآن گرفتن نمیتونه، چون قرآن هیچ وقت به معنا نخوانده. امیل شما متاسفانه پرسان کنین بسیاری کسا چند نفر است که بغیر از این جوانای دعوتگر ما را من نمیگم، همین دیگه مردم ها را بگوین که لطفاً چند رکعت نماز تا با معنا خواندی؟ چند رکعت نماز تا بسیاری کسا 60 ساله شده معنای سبحانك اللهم را تا بال یاد نداره. چی قسمی نماز میخونی؟ نماز گپ زدن است با الله، گپ میزنی که معنایشو نمیفهمی. بر شبیه قسم تلقین شده که ولی خلاص نه بخون. پس ایناله مشکل دوم چی بود؟ به خاطر که از صفت چی بیخبر است؟ چرا واسطه میکنه؟ به خاطر از اینکه نمیفهمه که الله برای چی است؟ قریب است. و نمیفهمه که ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. اگر ما عقیده داشتم، پیدا کردم، دارم الحمدلله که الله از شارک گردنم بر من نزدیکتر است، دست خدا که بالا میکنم، یا الله یا من تجیب السائل قبل سؤاله، ای ذاتی که سوال کننده را قبل از اینکه سوال خودم مطرح کنه سوالش جواب میدی. بسیاری اوقات همونطور شده در دلت یک چیزی میگرده، کاش که اینطور میشد که میری که همی کار شده. یا سبحان الله، من هنوز دعا نکردگی ذات است که قبل از اینکه تو سوال بکنی عالم غیب است و با خبر است. سوم مشکل از این مردم ها چی است؟ تشبیه خالق به پادشاه هست. این فرمولا هست، خوب دقیق متوجه باش. برای پادشاه وقتی که میری خوب فکرت باشه، پیش پادشاه میری یا پیش یک وزیر میری یا پیش یک رئیس جمهور میری، مستقیما رفتن نمیتونی، مجبور هستی بری پیش رئیس دفترش، مجبور هستی پیش سکرترش بری، مجبور هستی پیش مشاورش بری، مجبور هستی پیش یک کسی بری از اقارب و دوستا و نزدیکاش که یک نفر تو را به پیش پادشاه چی کنه؟ برسانه، پیش رئیس جمهور تو را برسانه. پس خودت مستقیما رفتن نمیتونی، حتما واسطه که خود میگیری. بیادر فلانی وزیر کار دارم، کدام کسی را برش نمیشناسم، میگه ولی یک کس را میشناسم، خیمور خوب بگو. بازو صاحب در موتر میایه و میری برش یک موتر هم میگیری و باز پیش میبری. بازو که دم دروازه رفت برش میگه که بر فلانی صاحب وزیر صاحب بگو فلانی اومده. مجرد که پیش وزیر صاحب رفت او پرزگه که روان کرد که فلانی کار داره، باز او میره تو رام کرد خود چی میکنه؟ میبره. این حال کسایی که پیش خداوند خودش مستقیما نمیره، رجوع نمیکنه، از طریق واسطه ها پیش میره. چرا؟ به خاطر که خالق بکی تشبیه کرده؟
با این پادشاه یا وزیر یا رئیس جمهور یا رئیس یا هر کسی که است. پس مشابهت خالق با مخلوق خودش شرک است نیست. این حال اکثرا کسایی که برشان بگویی که چرا خودت مستقیما دعا نمیکنی، میگه او برادر من روی سیاه هستم، من شرمنده هستم، این دوستای خداست، این دوستای خدا مرا به خداوند چی میکنه؟ نزدیک میست. اما گپ مشرکین شد، یعنی لیقربونا الی الله. این گپ است. منتها مشرکین او را که نان جواری پیش میکردن، ما و شما در چاکلیت مینو. این گپ است. هر دو جمله یکیست. منتها جمله از او بیچاره با می جمله خود مشرک شد، کافر شد، در دوزخ رفت، قوم ابو جهل شد. و ما تو این جمله را میگیم خوب مسلمان هستیم، یک تا پرست هستیم، خوب دوست خدا هستیم. خوب است. این کار میکنیم، لیکن منتها فرق چی است که ما خود بسیار آدم چی میگیریم؟ خوب میگیریم. چهارمی مشکلشان چی است؟ چهارمی مشکل از کسایی که واسطه میکنن، شک در مهربانی خالق است. اینا شک دارن که خالق مهربان است. سه که جمله شانه. بگو چرا پیش فلانی رفتی، چرا خودت به خالق نصف شب نمیخیزی، خودت به خالق سجده نمیکنی؟ الله خود میگه که واسجد. با چی قریب میشی به الله؟ با سجده. خب واسجد وقت داره، به چرا عمل نمیکنی؟ چرا خودت پیش از این میری؟ این برش در جواب چی میگه؟ میگه والله من روی سیاه هستم، من شرمنده هستم، من بسیار گناهکار هستم، من بسیار بدبخت هستم. خدا کی گپ من قبول میکنه؟ خیلی دوست خدا چرا سون شرمندگی و سیارویی و بدبختی و گناهیت نمیبینه؟ به این عقیده هست که این بسیار مهربان است. گناهی ما هم دید میگه خیر است، اشتباهی ما میگه خیر است، غلطی ما میگه خیر است. این خوب آدم است، خوب مهربان است. اما خداوند به اساس نمی گناه ها و روسیایی من دعای مرا قبول نمیکنه. اینال بین دو کسی که یک کسی که تو گناهکار شرمنده روسیا هستی پیشش میری و هیچ پیش از یا نمیگرده، بازم که تو کمک میکنه، و کسی دیگه است که سون روسیایی و گناهی تو سل کرده که تو کمک نمیکنه. کدامش مهربان است برات؟ رحمان رحیم به کی دادی؟ به مخلوق دادی یا به خالق داد؟ پس اینجا شک از اینا در چی هست؟ در مهربانی خالق است. اگر این عقیده داشته باشه که بسم الله الرحمن الرحیم من میخوانم، الله ذات رحمان الرحیم است، باز هیچ وقت این گپ نمیزنه. میگه پروردگارا، دست خدا بالا میکنه که یا الله درست است، من گناهکار هستم، من شرمنده هستم، من بدبخت هستم، من بسیار گناه کردیم، بسیار غلطی کردیم، هیچ روی ندارم، لکن پروردگارا رحمان تو هستی، رحیم تو هستی، مجیب تو هستی، تواب تو هستی. پروردگارا تو ذات بزرگ هستی، ما خب بنده هستیم، اینی قسم عاجز هستیم که این گناه از دست ما رخ داد. پس پروردگارا و تو سجده میکنم، دعای ما قبول بکن، عفو ما قبول، مرا عفو کن. اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عني. پروردگارا تو عفو هستی، بسیار عفو کننده هستی، کریم هستی، تحب العفو، عفو را خوش داری، فاعف عني. پس پروردگار از ما عفو کن. این فرق از بین کسی که سیستم دعای خود از پیغمبر گرفته و فرق از بین کسی دیگه که از دل خود در رحمان الرحیم. پنجمی مشکلشان چی است؟ یا میخوان که شفاعت در دنیا بسازن، شفاعت مخصوص دنیا بسازن. برادر عزیز، شفاعت حق است، لکن در دنیا هست یا در آخرت؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. شما شفاعت کبرایی که هست، شفاعت صغرا هست. شفاعت کبرا در روز قیامت، همین حدیث چه بخوانین؟ در حدیث چی میگه؟ که در روز قیامت، نمیگه در دنیا، میگه در روز قیامت وقتی که بنده ها جمع میشن،
پیش یک پیغمبر میرن آدم علیه السلام، باز میشن پیش نوح علیه السلام، پیش دیگه پیغمبر، پیش دیگه پیغمبر، تا که اینا به الله جل جلاله شفاعت بکنن که همین ترازوی میزان گذاشته شود و مردم از این جنجال روز قیامت خلاص شوند. باز بالاخره پیش نبی اکرم صلی الله علیه و آله باز نبی اکرم صلی الله علیه و آله سجده میکنه. چرا سجده میکنه؟ به خاطر که اجازه بگیره، چون او میفهمه که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه. این حال بسیاری کسا معنای شفاعت نمیفهمن که شفاعت چیست. شفاعت مقید است با آخرت، در دنیا شفاعت نیست. اینطور نیست که تو نماز نخوانی بری پیش یک کس باز او تو را به نمازی تو را چیز کنه. شفاعت در روز آخرت است. شفاعت در روز آخرت است و شفاعت حق الله است. اینو بسیاری کسا نمیفهمن. شفاعت نه حق پیغمبر است، نه حق ولی الله است، نه حق ملائکه است، نه حق جبریل است، نه حق میکائیل علیه السلام. شفاعت حق الله است و این حق الله بر بنده هایی که خاص برش میده. اینا مشکل ششم واسطگرا چی هست؟ که اینا پنجمیش مثل مشرکین و یعبدون، سیکن آیت قرآن چی میگه؟ و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم. میگه مشرکین عادت داشتن که عبادت من دون الله را میکردن، بغیر از الله کسای دیگر عبادت میکردن. کی عبادت می؟ ما لا یضرهم ولا ینفعهم. کسای عبادت میگه که نه برشان ضرر رسانده میتونه نه نفع رسانده میتونه. و وقتی که گفتم میشد که چرا پیش از این میری عبادت میگه و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما پیش از این قبر میریم، پیش از این بت میریم، پیش از این مجسمه میریم، این شفاعتگر ما هست به نزد الله. ما میریم برای این سجده میکنیم، رکوع میکنیم، عبادت میکنیم، یا به قصد شفاعت در شرک داخلش میشن. اما اگر یا منتظر باشن خودشان موحد یکتاپرست اعمال نیک بکنن، اشتباهات و گناهایی که کردن باز این در روز قیامت الله بر بعض پیغمبرها عزت میده و بعضی از علما با حفاظ قرآن به بعض شخصیت های اسلامی عزت میده که باز او شفاعت کنه. مثل چی؟ مثل ازی که مثلا خود در روزانه خوب درس خواندی، خوب زحمت کشیدی، لکن در امتحان بر در یک نمره مشکل داری. اینال در یک نمره که تو اینجا مشکل داری، باز اینجا مثلا امور استاد میخواه که یک کس رو تو رو میخواه کامیابت کنه، چون توش برش ثابت هستی که تو شاگرد خوب هستی و درس خوان هستی، لکن در امتحان اگه اشتباه از پیشت رخ داده که تو رو برات نقص میکنن، از اول نمرگی تو رو پایین میپرته. باز یک کس دیگه میگه والا استادی خوب میشناسی، خب یک شاگرد بسیار لایق و خوب و فلانی بوده، میگه والا راستی واقعا، پس امرای همکاری میکنه. اما واسطه ای است که تو هیچ درس نخوانی، هیچ درس نخوانی و بری یک کس را دست گرفته و بری بگی تو واسطه ما شو که ما از 0 100 بده. اینا المشکل از یه است که اینا بین شفاعتی که مخصوص آخرت است و بین شفاعتی که مشرکین عادت داشتن پیش بت‌ها میرفتن یک نوع خلط از پیششان میشه، از این خاطر یا این کارا میکنن. و ششمیش مشکلشان که این کارا میکنن که برادر چرا این قسم نیست و چرا شما واسطه را مخالفت میکنین، باید شفاعت باشه و آیا پیغمبر دوست خدا نیست و آیا این صاحب قبر شاید شمشیر دوست خدا نیست، آیا ما از چیز نکنیم؟ برشان میگیم که برادر عزیز این نظر شخصی تو است، اما این اسلوب تو مخالف اسلوب رسول الله صلی الله علیه و سلم و دیگه پیغمبر است. شما کل قرآن عظیم الشان بخوانین، دعاهای پیغمبرها را بخوانین، دعاهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بخوانین. در هیچ دعاش نامده که پیغمبر هم دعا کرده باشه ای خدایا بروی آدم علیه السلام مرا ببخش، بروی ابراهیم علیه السلام سر ما چی کن؟ رحم کن. آیا قبل از زکریا علیه السلام دیگه پیغمبران نبود؟ بودن. چرا زکریا علیه السلام در دعایش گفت که رب اینی وهن العظم منی، مستقیما به پروردگار خود گفت؟ چرا کل دعای پیغمبران ربنا 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 هست؟
چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که اللهم انی اسالک باسمائک الحسنى؟ چرا نامهای الله را میگه؟ چرا نگفته؟ آیا در یک دعای پیغمبر صلی الله علیه و آله هست که گفته باشه که پروردگارا به حق ابراهیم علیه السلام، به حق اسماعیل علیه السلام، به حق فلانی علیه السلام گفته؟ پس وقت دعا عبادت است. عبادت شرطش چیست که به طریقی کی باشه؟ به طریقه رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. پس تو که دعا میکنی آیا دعایت به طریقه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است؟ این نظر تو هست که میگی به حق فلان و به سر فلان و به فلانی فلانی، کار و اسلوب توست. تو دعایت باید به اسلوب پیغمبر بکنی که تا دعای تو قبول شود. از این خاطر اینی ششمی مشکل مردمای چی هسته که واسطه میکنن. دیگهش اقسام واسطه جویی مشرکان در عصر رسالت است. این وانه بدوشته کنین، اقسام واسطه جویی مشرکان در عصر رسالت. اینی اقسام واسطه جویی مشرکان در عصر رسالت در هفته آینده به خیر میخوانیم. عنوان درس هفته آینده ما هست. و من درس خدا به خاطر ازی 10 دقیقه 15 دقیقه پیشتر ختم میکنم که جوانایی که نظر میتن خلاصه درس میگن گپای ازی بسیار مهم است و دوستا فکر میکنه که نه می گپای استاد بشنویم که می استاد خلاص شد دیگه استاد کپک میبراین. امیدوار هستیم دوستای عزیز یا من 10 دقیقه دیگه 15 دقیقه دیگه درس میتم یا 15 دقیقه به خاطر جوانا باید چی کنن؟ گپایشون گوش بگیرن که در گپای ازی تاثیر است. خلاصه درس اینا میگن و ما شما از سخنای ازی استفاده میکنیم. خب از درس امروز نقاط پاورپوینت هایش کی یاد گرفتم، نقاط مهمش برای ما تشریح کنم.